این انگشتری طلایی یکی از آن بازیافت‌هایی هستند که باستانشناسان در دایره کارهای تحقیقاتی ماه ایون و ایول سال 2025 از قسمت موضع شهرستان هولبوک واقع در دهه مهرآباد دهات گلستان ناحیه واسع از این منطقه پیدا کردند. در نتیجه کوشش‌ها در همین یک حدود خرد این موضع باستانشناسان کتیبه‌ها و همین قدر نگاره‌های پیدا کردند که میگویند ارزش هر کدام از آنها برای تاریخ از طلا هم قیمت میباشد. زیاده از یک ماه می شود که کوشش‌های باستانشناسی را در شهرستان هولبوک ادامه داده ایستادیم. در جریان کوشش ما توانستیم از این محدوده آثار فراوان به دست آوریم. قابل ذکر است که آثار کشف کرده ما عبارت از چاه‌های خواجگی داری می باشد که به تعداد 11 عدد هستند. از داخل چاه‌ها ما آثار گوناگون و مختلف پیدا کرده ایم که عبارتند از سکه ها، آثار آرایشی، اسباب های کاری، آثار معیشی و مثل کوزه ها، کاسه ها، پیاله، آثار شیشه‌ای، سرمدانا. در کنار 259 اثر کشف کرده ما 10 سکه مختلف می باشه که عبارت از سکه های نقرگی و میسی هستند. سکه ها مربوط دوره پیش از اسلامی و دوره اسلامی می باشند. یک عدد سکه کشف کرده ما مربوط دوره کوشانی است که منسوب به عصرهای 4 میلادی می باشه و مربوط به یکی از شاههای متأخر کوشانی کنیشکه سوم است که عصر 4 در بر میگیره. و در پهلوی این سکه های کشف کرده ما مربوط ابتدای عصر میانگی که یکی از آنها سکه نقره‌ای شکسته است و با احتمال زیاد مربوط دوره سامانی ها باشه. بعد از او سکه های ما مربوط دوره غزنوی و همچنین مربوط دوره های تیموری هستند. در کنار آثار کشف کرده ما یکی از زیباترین و نادیدترین آنها یک موچین میسی می باشه که بسیار سالم و خیلی خوب باقی مانده است. این اسباب میتونه در بخش آرایشات، در بخش طب و البته در بخش زرگری استفاده شود و طبق تحقیق و مشاهده های ما معلوم میگرده که این در بخش زرگری استفاده شده است. عبدالله خوجایف دیرکتور آثارخانه تاریخی هولبوک هم یکی از اعضایان این اکسپدیسیا در رفت کوشش‌ها به هر یک بازیافت از زیر خاک پیدا شده طور خودش میگوید اهمیت جدی داده است. به اندیشه عبدالله در عصر میانه شهریان هولبوک این چقری ها رو در حولی هاشون همچون پرتافگاه استفاده میبردند. انا توسط این قبور سفالی باشد آبهای کاریزی از شهر به بیرون آن پرتافته می شده است. این حفریات تازه کاوش از آن هنری والای هنرمندان پایتخت دولت خوتالان گواهی میدهند و در یک موضع نه چندان کلانی که امروزها حفریات های باستانشناسی گذرانده می شود قریب همه این نمونه هنرمندی مردم هنرمند و تمدن آفر خوتل قدیم دولت خودمختار خوتل عهد سامانیان امروز به جهانیان از آن معلومات های به دست آورده این گروه باستانشناسی اگنتی درک می‌دهد. شهرستان هولبوک مساحت کلانی را تشکیل داده است. در نتیجه کوشش‌های عالمان این ساحه تاریخ از این موضع نامگوی زیادی محصولات‌های هنرمندان و استخوان‌های هنرمندی را پیدا نمودند که در معرفی تاریخ گذشته خلق تاجیک نقش کلانی را گذاشته است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.